اگر یک انسان در سرش یگان مشکلی بیاید، مقصد فرزندش وفات میکند یا یگان مشکلی دیگر در میز روزگار زندگی به سرش میاد، همین انسان حق دارد که گوید که من مقصد گناهکارم، یا که چی برای خداوند اینقدر مشکل در سر من میبیارد، کاش من بر وقتر وفات میکردم. حق دارد، گناهکار میشود اگر همین سخن را گفت. اكو دیده میشه چی میگوید. مثلا یا لیتنی کنت نسیا منسیا، حضرت مریم دختری پاک، دختری که همیشه در بیت المقدس الله تعالی را عبادت میکردن، دختری که وقتی که تولد شدن حتی شیطان ضربه زدگی نیست. دو آدم در دنیا وقتی تولد شیطان در میانش زدگی نیست، یکی مریم، دیگری پسرش حضرت عیسی. دیگه همه شیطان یک ضربه زدگی است که به سبب اون ضربه کودک گریه میکنه. همون وقتی تولد نصفش بر آمده زمان گریه میکنه، ضربه میخوره. غیر حضرت مریم و پسرش، حضرت مریم پاک، زنک عابده، اولیای الله، دوست الله، حتی زکریا پیغمبر الله از این عبرت گرفتن. وقتی به نزدش در آمدن در مسجد عبادت میکرد. میوه تابستان در فصل زمستان در پیشش، میوه های زمستانه در فصل تابستان در پیشش. انا لکی هذا، حضرت زکریا پیغمبر، مریم پیغمبر نه، از کجا این میوه ها در نزد تو؟ و به نزد تو غیر من دیگه کس در آمده نمیتوند. و کفلها زکریا در سوره آل عمران، زکریا کفیل بودند، نگاه و بین کننده مریم بودند. این میوه ها از کجا؟ قالت هی من عند الله ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب. گفتن که این از جانب الله است، الله کسی را خواهد رزق میدهد. هنالک دعا زکریا ربه، در همین جا بعد زکریا دعا کردن که ای پروردگار برای من هم فرزند ده. یعنی که تو در فصل تابستان میوه زمستان دادی به این بندت. الله تعالی به همه کار قادر است. من که امروز پیران سال هستم، همسرم فرزند تولد نمیکنه، لیکن تو برای من فرزند گفته. بعد دعا کردن، یعنی از مریم استفاده. این مریم پاک، احسنت فرجها، الله تعالی به پاکیش در قرآن کریم شهادت داد. یگانه زنی که در قرآن نامش ذکر شد 33 مراتبه در 30 آیت، حضرت مریم علیه السلام، زنی پاک. ناگاه در شکمش حمل پیدا میشد، شکمش دم میشد، حامله دار میشد و میخواهد شهرش را ترک کند و به یگان جای رود که او را کسی نمیشناسد. چون که اگر به یگان جای رود که او را کسی نمیشناسد، فکر میکنن که خیلی این زنک شوهر دارد تولد کرد. لیکن وقتی که در همین شهرش اگر تولد کند، او تهمتی به زنا میشد، او اثبات کرده نمیتونه. چون که یک زنک اگر دختر اگر تولد کند، یگان کس به وی گمانی بد نمیکنه، گمانی نیک نمیکند دیگه. حتی آمدن مردم وقتی که تولد کردن گفتن که یا مریم، ای مریم، ما کان ابوک امرأ سوء، پدرت آدمی بد نبود، و ما کانت امک بغیا، مادرت زنکی تنفروش نبود، زنکی فاحشه نبود. و این کودک از کجا؟ فاشارت الیه، اشاره کرد به سوی کودک، یعنی کودک پرستان. قالوا کیف نکلم من کان فی المهد صبیا، گفتن که ما چه خیلی این کودکی که در گهوار از گپ میزنیم. قال انی عبد الله آتانی الكتاب وجعلنی نبیا واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی. حضرت عیسی کودکی در گهوار گپ زدن. انی عبد الله، من بنده الله هستم. آتانی الکتاب، الله تعالی برای من کتاب داد، یعنی انجیل. و جعلنی نبیا، مرا پیغمبر گردانید و مرا وصیت کرد به نماز، به زکات، به نیکی کردن به مادرم. به پدر و مادرم نگفتن، نیکی کردن به مادرم گفتن. وقتی که کودک گپ زد، یعنی الکی یک نوعی سبوکی بود. لیکن تا این
حضرت مریم پیغمبر نه که الله تعالی گفته باشد که مریم ولی ما توی دفاع میکنیم خاطرات جمع کن گفته باشد. حضرت مریم وقتی که حامله دار شدن نیت کردن که یگان جای دنیا رو همونجا تولد کنن رفتن و وقتی مصیبت ببینید چی گفتن؟ یا لیتنی کنت نسیا منسیا، ای کاش که من یک شخصی فراموش شده می شدم، کاش که من یک چیزی می شدم که اصلا تولد نمی شدم، اصلا من از ذهنی مردم هیچ که همه مریم به نیکی می شناخت. بنابراین وقتی تولد کردم دیگه مریم چی گپ است؟ پدرت آدمی بد نبود، مادرت زیناکار نبود، چی کاری کردگید؟ گفتم همین قدر پاکی گریشه به نظر نگرفت. و وقتی که این نیت کردم ببینه حضرت مریم در حالت مصیبت، یعنی گفتن کاش که یا می مردم هم هست، کاش که می مردم. یعنی وقتی که خواستن که به دیگر جران الله تعالی گفت که نه، گفت این بچه تا گرفته به شهر درآ و همین پیشی مردم کودک تولد کردن در دستشان کودک، همین کودک که پیشی مردم میری فرمان دیگه مجبور اطاعت کردن. مقصد این که اصلا پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که لا یتمنین احدکم الموت، یکی شما وقتی که به سرش مصیبت میبیاد مردن تمنا نکند الا اگر ضرور شود، سخت ضرور شود، گفت که اللهم امیتنی این کانت وفات خیرا لی و احیینی این کانت حیات خیرا لی. ای الله اگر حیات برای من نیک باشد مرا یعنی زنده باقی ماند و اگر ممات مردن برای من بهتر باشد مرا میرم. حضرت امام بخاری همین دعا را یک شب کردن، بعد همان شب وفات کردن. وقتی که اینقدر خدمت کردن به این امت اسلام لیکن با به تهمت ها گرفتار شدن. یک استادشون گفت که کسی از بخاری درس میگیرد در درسی من نشیند دیگر. گفت بخاری این است، بخاری آن است. گفته امام بخاری را طعنه زد. بعد امام بخاری گفتن که یا الله زمین با وجودی وسیعش برای من تنگی کرد و اگر مردن بهتر باشد مرا میرم. و بعضی حدیث ها هم هست که و اذا اردت بعبادك فتنه فاقبضنا الیک غیر مفتونین، اگر به بندگانت فتنه را خواهی ما را پیش از گرفتار شدن به فتنه به نزد خودت بگیر. یعنی دعا شرط دارد، اگر حیات برای من بهتر باشد بگذار زندگی کنم، اگر موت برای من بهتر باشد بگذار وفات کنم. اینچنین و اذا اردت بعبادك فتنه، اگر به بندگانت الله بدی را خواهی، فتنه را خواهی، فاقبضنی الیک غیر مفتونین، جانی مرا پیش از گرفتار شدن به فتنه به نزد خودت بگیر. یعنی این دعاها اجازت است. اما بله درست است که من گناه کردم که این بلا آمد، اینش درست است. هر یک آدم وقتی که به سرش بلا میبیاد داند که وای گناه خودش است، گناه میکنید جزا میبیاد. و گاه ها مانند پیغمبرها گناه نکنیدم جزا بلا میبیاد. برای چی؟ برای امتحان. و نبلوکم بالشر والخیر فتنه، ما شما رو با بدی و با نیکی امتحان میکنیم تا اینکه سنجیم. در سوره عنکبوت هم الله تعالی میگوید که ما مردم رو امتحان میکنیم. اونا گمان نکنن که ما همین خیلی ایمان آورده میگونم همین خیلی ترک کرده میشن، بلکه ما امتحان میکنیم. فلا یعلمن الله الذین صدقوا ولا یعلمن الکاذبین، تا اینکه الله تعالی راستگوی ها رو از دروغگوی ها جدا کنه، که مسلمان حقیقی است، که دعوتگری حقیقی هست، از غیر اینا باید جدا شود. برای همه وقت نعمت نمیبیاد، همه وقت راحت نمیبیاد، مصیبت میبیاد، بلا میبیاد، تا اینکه جدا شود. مانندی طلا را وقتی که در آتش میدرارید، فتنه را اصلش همین خیلی اصل کلمه فتنه، طلا را به آتش میدرارید طلا میسوزد، آب میشد. وقتی که طلا آب شد
طلا از غیر طلا جدا میشد. طلای تازه از آن چیزهایی که آمیخته کردگی هم برای فروش و فریب جدا میشد. بله در آتش یه بار میسوزد، آب میشد، لیکن طلای تازه از افلاس جدا میشد. الله تعالی همین خیلی امتحان میکنه. بنابراین یعنی که نادرست گپا گفتن ممکنه، صبر کردن در کار، راضی شدن در کار. اصلا الله تعالی وقتی که یک مصیبت به سرتون آورد در پشت وی نیکی را میخواهد. شما نمیدانید اصلا ان تکرهوا شیئا و هو خیر لكم. الله تعالی میگه که شاید شما چیز بد میبینید که به فایده شما، و اصلا تحبوا شیئا و هو شر لكم. شاید شما یک چیز بد دوست میدارید، بسیار میخواهید که همون نایل شوید، لیکن بر ضرری شما از شما نمیدانید. حالا بنابراین به خواست الله تعالی راضی شدن در کار.